زبان، هم خون، هم فرهنگ، هم دین، ایران بزرگ یک خیلی گروهی با نفوذ و کشور ما تشریف آوردم در دایره بزرگداشتی سالی میر سید علی همدانی. قصد از سفر ایجاد تحکیم روابط متقابل از طریق استان همدان با استان ختلان هست، چون ما بر صورت یه توافق و خدمت شما عرض کنیم که به دلیل حضور و وجود میر سید علی همدانی در منطقه کولاب و استان ختلان یه ارتباط معنوی بسیار سازنده بین ما ایجاد شده و ما برای اینکه بتونیم این ارتباطات رو تقویت بکنیم و در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بتونیم همکاری‌های متقابلی رو داشته باشیم، این سفر با اون منظور